سلام بیننده بسیار عزیز، در برنامه امروز پنجشنبه 28 فوریه من طاهری سفر شما را همراهی میکنم. همکارم شهلای گلخوجه تا 2 هفته دیگر از رخصتی برمیگردند و تا اون روز من در خدمت شما هستم. شروع میکنیم از وضع هوا. در شهر دوشنبه هوا امروز در پایتخت تا 14 درجه گرم می شود. هواشناسان میگویند ممکن است باران بارد، برای همین چتر را فراموش نکنید. در شهر پراگ هوای بهاری است و مثل دوشنبه 14 درجه در جریان روز گرم می شود. و خب شروع میکنیم از خبرهای مهمی امروز. شورای امنیت سازمان ملل هشدار داده است که گروهی به نام دولت اسلامی و یا داعش در پی وسیع کردن دامنه فعالیتش در آسیای مرکزی است و بارها از طرفدارانش خواسته است جایهای جمع آمد مردم را در کشورهای منطقه هدف بگیرند. در گزارش سالانه شورای امنیت درباره خطر داعش برای جهان که به تازگی نشر شد آمده است جنگجویان داعش از خود کشورهای منطقه برای رسیدن به اهدافشان قلمرو قزاقستان را به حیث منطقه ترانزیتی برای رفت و آمد استفاده می‌کنند. اینها شهروندان تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان بودند و به گفته مؤلفان گزارش سازمان ملل تنها در سال 2018 50 نفرشان در قزاقستان بازداشت شدند. شورای امنیت در گزارش امسالش حمله تروریستی به دوچرخه سواران در تاجیکستان در ناحیه دنقره را مثال آورده است. در این حمله در روز 29 ایول سال 2018 4 سیاح خارجی از جمله از امریکا و هلند و شویцарیا کشته شدند و 2 نفر دیگر آسیب دیدند. مسئولیت حمله را گروه داعش بر عهده گرفت. در گزارش شورای امنیت سازمان ملل که روز 11 فوریه نشر شد آمده است گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه از 14 تا 18 هزار جنگجو دارد که در بین آنها 1000 نفرشان خارجی هستند. در سوریه به گفته مؤلفان گروه‌های به نام خطیبه البخاری و کتیبه التوحید هستند که از زادگان آسیای مرکزی و به خصوص شهروندان ازبکستان عبارت هستند و از 200 تا 300 جنگجو دارند. رئیس کمیته مبارزه با تروریسم در سازمان ملل گوستاو میزا کوادرا چند پیش در یک نشست در این سازمان گفت بازگشت جنگجویان خارجی مناقشه را به منطقه‌های نو می‌کشد. آزاد شدن جنگجویان خارجی از زندان‌ها همچنین برای کشورها مشکلاتی دراز مدت می‌آفرد. بنا به تخمین گروه بین المللی پژوهش بحران‌ها بیشتر از 4000 نفر از شهروندان آسیای مرکزی به سوریه و عراق رفتند و به صف گروه‌های افراطی و تروریستی به مثل گروه دولت اسلامی پیوستند. تنها از تاجیکستان به گفته خود مقامات رسمی بیشتر از 1900 نفر به خاورمیانه رفتند و صدها نفرشان هلاک شدند یا بیشتر از 70 تن دیگر به تاجیکستان برگشتند. خبر دیگر از تاجیکستان این است که با گذشت 4 سال از آشوب نافرجام ضد حکومتی در تاجیکستان دادگاه در دوشنبه 1 نفر را با گناه پنهان داشتن این جنایت به زندان محکوم کرد. دادگاه نظامی دوشنبه روز 25 فوریه خبر داد امینجان میرجانوف ساکن ناحیه عبدالرحمن جامی از طرح این آشوب خبر داشت اما به مقامات انتظامی هیچ خبری نداد. او به 1.5 سال زندان محکوم شده است. در حکم دادگاه نظامی دوشنبه گفته می شود که امینجان میرجانوف قبل از آشوب روزهای 3 و 4 سپتامبر سال 2015 در مسجد دهه راه سوسیالیسم ناحیه عبدالرحمن جامی از طرح این آشوب آگاه شده است ولی دیده و دانستان را از مقامات پنهان کرده است. در حکم دادگاه آمده است امینجان میرجانوف شاهد تشویقات و تبلیغات امام مسجد دهه شده است که چگونه چند نفر را برای اشتراک در آشوب جلب کرده است. دادگاه میگوید امام مسجد محمد داوود نایبوف عضو حزب ممنوع نهضت اسلامی بود و جوانان را به شهید شدن دعوت میکرد. به قول دادگاه محمد داوود نایبوف 6 نفر را به آشوب سفربر کرده است ولی امینجان میرجانوف به این گروه شامل نشده عین زمان خاموشی را اختیار کرده است. نظری وکیل مدافع امینجان میرجانوف معلوم نیست و هم روشن است چرا میرجانوف پس از 4 سال محاکمه شد. درباره سرنوشت محمد داوود نایبوف و اعضای دیگری گروهی که به گفته دادگاه در آشوب شرکت کردند چیزی گفتن نمی شود. در آشوب به رهبری عبدالحلیم نظرزاده معاون سابق وزیر دفاع تاجیکستان که با نام حاجی حلیم هم معروف بود در ماه سپتامبر سال 2015 10 نفر به شمول خود نظرزاده کشته شدند. حکومت تاجیکستان حزب نهضت اسلامی را طرحریز آشوب نامید و فعالیت این حزب را ممنوع کرد ولی رهبران حزب میگویند که ادعای حکومت هیچ اساس ندارد و مقامات آشوب را به حیث بهانه برای از صحنه سیاسی دور کردن
یگانه حزب اسلامی و سیاسی مخالف در تاجیکستان به کار بردند. شما نوید بامدادی رادیوی آزادی را تماشا دارید و رو میاریم با اخبار دیگر تاجیکستان. وزارت امور خارجه تاجیکستان گفت که ژان اسلبارن وزیر امور خارجه لوکزامبورگ روزهای 3 و 4 مارس به دوشنبه می آید. با گفته وزارت سفر کاری است، اما بعضی‌ها حدس میزنند ممکن است آمدن این دیپلمات به دوشنبه به قضیه شراف‌الدین گدایف، یکی از مؤسسان سابق گروه ممنوع 24 ربط دارد. فعالان حقوق بشر از هلند که به شراف‌الدین گدایف حق پناهندگی داده است طلب دارند که از حقوق این پناهنده حمایت کند. دفتر اتحادیه اروپا در دوشنبه و وزارت کارهای خارجه هلند روز 26 فوریه در پاسخ رسمی به رادیو آزادی گفتند قضیه گدایف را پیگیری دارند و مقامات تاجیکستان در پاسخ رسمی با آنها خبر دادند که گدایف برای جنایت بازداشت شده است. شراف‌الدین گدایف یکی از چهره‌های فعال مخالفین تاجیک در اروپا بود که توسط شبکه‌های اجتماعی پیوسته حکومت و مقامات تاجیکستان را تنقید می‌کرد. شراف‌الدین گدایف روز 15 فوریه در دوشنبه پیدا شد و مقامات گفتند خودش به تاجیکستان برگشته تسلیم شده است، اما بعد نشر ویدیوهای زیادی ترغیباتی رسانه‌های دولتی درباره او و هم در شبکه‌های اجتماعی مخالفان حکومت تاجیکستان روز 19 فوریه مراجعه ویدیویی شراف‌الدین گدایف را نشر کردند که در آن میگوید اگر در تاجیکستان پیدا شد پس او را ربودند چون هیچگاه اختیاری برنمیگشت و به حکومت تسلیم نمیشد. بعد این نشر این ویدیو دیگر درباره شراف‌الدین گدایف خبری زیادی نشر نشده است و معلوم نیست که او در کجاست. شراف‌الدین گدایف تا زمان پیدا شدن در دوشنبه رئیس جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان بود که همراه با حزب ممنوع نهضت اسلامی و چند سازمان مخالف حکومت با نام پیمان ملی تاجیکستان یک ائتلاف تأسیس دادند. و اینجا نگاه می‌اندازیم به کشورهای دیگری دنیا که در آنها چه می‌گذرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و کیم یونگ اون رهبر کره شمالی ملاقات‌های 2 روزه خود را در شهر هانوی پایتخت ویتنام آغاز کردند. دو طرف برنامه‌های اتمی و موشکی کره شمالی را بررسی می‌کنند. دو رهبر روز 27 فوریه در مهمانسرای 5 ستاره متروپول یک ملاقات نیم ساعته داشتند و سپس با دستیاران خود سر میز نهار گفتگو کردند. دونالد ترامپ در توییتر نوشت که با کیم یونگ اون ملاقات خوبی داشته است. رئیس جمهوری آمریکا قبل از ملاقاتش با خبرنگاران گفت از قصد خود برای بدون سلاح اتمی اعلام کردن نیم جزیره کره دست نکشیده است. دونالد ترامپ بار دوم است با کیم یونگ اون ملاقات میکند. دو طرف ماه ایون سال 2018 در سنگاپور هم گفتگو داشتند، ولی از این ملاقات پیشرفت زیادی برای حل مسائل بحثی بین دو طرف حاصل نشده است. و نزدیکتر می‌آییم به منطقه به پاکستان. آمریکا، اتحادیه اروپا و چین و روسیه از اوج گرفتن جنجال میان دو رقیب مسلح با بمب‌های اتمی هند و پاکستان اظهار نگرانی کرده گفتند که ممکن است وضع از نظارت خارج شود. پاتریک شناهان وزیر موقت دفاع آمریکا روز 27 فوریه از هند و پاکستان خواست از هر گونه اقدام نظامی به ضد یکدیگر خودداری کنند. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم هر دو کشور را به خویشتنداری دعوت کرد. چین گفت مناقشه بین هند و پاکستان برای دو کشور و منطقه عاقبت‌های خطرناک خواهد داشت. هند و پاکستان روز 27 فوریه گفتند در ایالت جنجال برانگیز کشمیر که دو طرف بر سر آن دعوا دارند هواپیماهای جنگی همدیگر را سرنگون کردند. تنش بین هند و پاکستان بعد از آن اوج گرفت که تندروان اسلامی چند پیش در کشمیر تحت کنترل هند 41 سرباز هندی را کشتند. وزارت عدلیه آمریکا گفت 4.5 میلیون دلاری را که خانواده قورمانبک باقیف پرزیدنت پیشین قرقیزستان دزدیده بود به قرقیزستان برگردانیده است. به گفته وزارت آمریکا 4.5 میلیون دلار را به حساب وزارت مالیه قرقیزستان انتقال دادند. حکومت بیشکک چند سال پیش از آمریکا خواست پولها را برگرداند. الیس ویلز یکی از دیپلمات‌های بلندپایه وزارت امور خارجه آمریکا هم گفته است که برگردانیدن این مبلغ برای مناسبت‌های دو طرف اهمیتی زیاد دارد. قورمانبک باقیف از سال 2005 تا سال 2010 رئیس جمهوری قرقیزستان بود. تا 7 اپریل سال 2010 زیر فشار تظاهرات مردم از مقامش رفت و حالا در بلاروس زندگی میکند. و نوید بامدادی رادیو آزادی را تماشا دارید. من طاهری سفر با شما هستم.
خوب برمیگردیم به خبرهای تاجیکستان. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 26 فوریه با یک فرمان قناعتشاه لایقزاده رئیس ناحیه رشت را از مقامش برکنار کرده است. سببی از مقامش آزاد کردن قناعتوف را نگفتند و معلوم نیست قناعتشاه لایقزاده به وظیفه نوی در ساختارهای حکومتی تعیین می شود یا نه. قناعتشاه لایقزاده 48 ساله 4 سال پیش به مقام رئیس ناحیه رشت تعیین شد و در مطبوعات و شبکه‌های اجتماعی برای اقدامات بحث برانگیزش تنقیدی زیاد شنیده است. سال 2018 جنیدالله خدایارف یکی از ساکنان ناحیه را با گناه پیروی به جریان سلفیه به زندان محکوم کردند، ولی نزدیکان خدایارف میگفتند که از جنیدالله برای تنقیدش از مقامات ناحیه رشت و از جمله خود رئیس ناحیه نقار گرفتند. خود لایقزاده روز 27 فوریه پس از فرمان برکناریش گفت که با او در دیگر مقام کار پیشنهاد نکردند. و در این فرصتی برنامه قربی اسعار خارجی نسبت به سامانه تاجیکستان را میگوییم و بانک ملی تاجیکستان این قرب را هر روز تعیین میکند. امروز یک دلار امریکایی برابر به 9 سامانه و 43 دیرم مقرر شده است. اگر یورو دارید و عوض میکنید برای یک یورو به شما نه کمتر از 10 سامانه میدهند. اگر روبل عوض کردنی هستید 1000 روبل روسی آن که بیشتر از 140 سامانه می شود. و خبری فرهنگی هم داریم از کشور همسایه از ازبکستان. رسانه‌های ازبکستان میگویند ماه اوگوست امسال در شهر سمرقند فستیوال 12 بین المللی موسیقی ترانه‌های شرق برگزار می شود. قرار در این باره را شوکت میرزویف رئیس جمهوری ازبکستان روز 26 فوریه امضا کرده است. در فستیوال موسیقی شناسان و هنرمندان معروف از جمله از تاجیکستان شرکت میکنند. در فستیوال سال گذشته 250 نفر از 59 کشور شرکت داشتند. و خبری ورزشی هم داریم. رقیب دسته خوجند شهری خوجند برنده مدال های نقره مسابقات قهرمانی تاجیکستان در مرحله پلی آف جام کنفدراسیون فوتبال آسیا در سال 2019 تیم اهلی ترکمنستان شد. اهل از روی نتایج 2 بازی در دور مقدماتی جام AFK بر دسته اولای اوش قرقیزستان با حساب 3-1 پیروز آمد. نخستین بازی خوجند با تیم اهل در دوره بازی های پلی آف جام AFK روز 6 مارس در شهر اشقاباد برگزار می شود. بازی جوابی روز 13 مارس در شهر خوجند هست. خوب، اینجا رسیدیم به پایان نوید بامدادی. تا چند ساعت دیگر با سرخط خبرهای مهم روز و در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب با شما هستیم. تا اون ساعت خدا نگهبان.